در توجیکستان مفصل آبازی رسما از سنه 1 ایون یعنی با فرا رسیدن فصل تابستان آغاز گردیده بود. مشاهده ها نشان می‌دهد که امروز در آب و تابگاه‌ها و مجمع حوض‌های شناوری 20 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند شماره زیادی ساکنان به خصوص نورسان و جوانان و شناوری مشغول هستند. شناوری یکی از نمودهای دوست داشته ورزش میان ساکنان شناخته شده است. بخصوص در فصل تابستان ساکنان ساحل دریا و حوض‌های شناوری را بیشتر انتخاب می‌کنند تا آمده در آن جاها استراحت و فراغت نمایند. بخصوص در ساحل دریا آب و تابگاه‌های تشکیل کرده شده است و امروز برای استراحت و فراغت ساکنان شرایط مساعد فراهم است. طوری می‌بینید در این ساحل دریا ساکنان به شناوری مشغول هستند و به تاکید آنها شنا کردن و سلامتی فایده زیاد دارد، زیرا در وقتی که شنا میکند انسان تمام عضوهای انسان به حرکت می‌دراید و ارگانیسم انسان خوب می‌گردد. ما همراه فرزندم ساحل دریا آمدیم برای شناوری، هم شرایطش معیار شدگی بهترین جا برای فرزندها استراحت کردن. شناوری به سلامتی بسیار فایده دارد. این شناوری این هم یک نمود ورزش است. تمام بدن در حرکت می‌دراید. بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت در موسم امساله شناوری 6 حالت غرقشوی هنگام آبازی به قید گرفته شده است. امروز در آب و تابگاه‌های ساحل سردریا و حوض‌های شناوری برای ساکنان تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است، ولی متاسفانه برخی از شهروندان در جایهای ممنوع و شناوری مشغول می‌شوند که عاقبت به حادثه‌های ناخوش آورده می‌رساند. در دوام نیم ساله یکم سال 2025 در حدود مکان‌های آبی شهر و نواحی‌های ولایت سوخت همگی 16 حالت غرقشوی شهروندان به قید گرفته شده است که از این 6 حالت هنگام آبازی رخ داده است. اکثریت غرق شدگان در جایهای برای آبازی ممنوع آبازی نموده به غرقشوی دچار شدند که این باعث نگرانی است. از این لحاظ از شهروندان خواهش کرده می شود که تنها در جایهای معین شده به آبازی مشغول گردند. همچنین قید باید کرد که در دوام نیم ساله یکم سال 2025 از طرف نجات دهندگان دسته مخصوصی زودعمل نجات‌دهی ریاست و بخش ریاست در شهر خوجند 10 نفر شهروندان از غرقشوی نجات داده شدند. چون در این شب و روز حرارت هوا از 40 درجه بلند را نشان می‌دهد، قسمی از ساکنان ساحل دریا را جای موافق برای خود می‌دانند. از این رو هنگام آمدن به ساحل دریا احتیاطکار بودن هنگام شناوری سودمند ارزیابی کرده می شود. در برابر ساحل دریا طبق نقشه ساکنان در مجمع حوض‌های شناوری 20 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند نیز به شناوری مشغول می شوند. همه روز ما خیلی که شما می‌بینید کودکان رو، کلانسالان رو، خردسالان رو قبول کرده ایستادیم. در مجمع همه شرایط مهیا. برای شناوری کردن ما 2 خانه لباس عوض‌کنی داریم، 3 حوض شناوری داریم، حوض کلان برای کلان سالان، حوض خرد داریم برای تا سن 3 ساله، با حوض میانه داریم از 3 ساله تا سن 16 ساله، با یک حوض کلانی 50 متر داریم که استاندارد جهانی جوابگو است. قبول کرده میتونم. در اینجا تمام شرایط ضروری جهت به شناوری مشغول شدن ساکنان فراهم بوده، حالت سانیتری حوض مذکور و دیگر آب و تابگاه‌ها زیر نظارت جدی قرار دارد. به اندیشه مسئولین ساحه تندرستی شناوری به سلامتی انسان مهم بوده و خصوص در موسم گرما آبازی به یک شغل دوست داشته کودکان و نورسان تبدیل می‌یابد. به نظر دانندگان در این ایام والدان فرزندان خود را بی نظارت نگذارند. مهم دانسته می شود که با فرزندان هنر شناوری آموزانیده شود. در مکانهایی که آبازی منع کرده شده است به شناوری مشغول شدن پیامد ناخوش در پی دارد. در حالت سرخوشی نیز مشغول شدن به شناوری به حادثه های ناخوش آورده می رساند. در موضع هایی که برای شناوری و آبازی پیش بینی شده است از حساب کارمندان کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت دسته نجات دهندگان تشکیل کرده شده است. سالی شریف زاده، علی شیر قادری، شویره مبین زاده، شهر خوجند، اخبار.